خداوند همه بیمارا را شفای کامل عاجل عطا فرماید. از این جمله شخصانی که هستند راه گشتن میتوان، الله برای اونها قدرت عطا فرماید که راه گرد شوند. الله برای اونها قدرت عطا فرماید که اونها شفای کامل عاجل عطا فرماید. که این منزل مکان ما است که اینجا دعای اجابت است. ای الله خودت گفته است هر وقت که بندگان من از من سوال کنند ما با اونها قریب هستم. یا الله و نحن اقرب الیه من حبل الورید. دعای ما را مستجاب بگردان. هر بیماری که هست در غریبی و در داخل وطن الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. از جمله شخصانی که هستند که بیماری سحر و جادو هستند، بیماری هستند که بس جن شیاطین گرفتار هستند، الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. و هر انسانی که نزد جادوگران رفته هستند یا الله اونها را توفیق بده که بر بگردن به سوی خودت. الله توفیق بندگی برای اونها عطا فرماید که بفهمن که چقدر ظلم است برای انسان ها از اون سحر و جادوهاشون بگیرن. یا الله این مکان است که دعای ما را استجاب می‌گردانی. یا الله این مکان است که دعای ما را میشنوی. یا الله این روز دعای ما را قبول بفرما. توفیق بندگی عطا را بفرما برای ما که ما همیشه در خدمت دین اسلام باشیم، همیشه در طاعت عبادت الله باشیم، همیشه با ذکر یاد خدا باشیم، همیشه با تلاوت قرآن باشیم. اللهم ذکرنا منه و نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والحج وجهك رب العالمین. خدایا در دلهای ما فقط عشق و محبت خدا را جا بگردان و مهر و محبت رسول خدا. همیشه پای به طهارت باشیم، همیشه با ذکر یاد تلاوت قرآن باشیم. هیچگاه الله پیرو شیطان نشیم. یا الله هیچگاه غلام شهوت نشیم، هیچگاه با گفته شیطان کار نگیریم. یا الله شیطان از دل ما دور بگردان و رزق حلال نصیب بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. خدای خوشبختی برام نصیب کرد هم در دنیا و هم در آخرت. السلام علیکم.